که اگر جای امن نیست برات باید هجرت کنی و همونطور که این گونه از مسئولینی که گفتم منو تهدید میدونن برای کشور، من همینا رو تهدید میدونم برای سلامتی خودم و میدونم که اگر خارج از که زندان هم بیام خب چندین نفر همیشه دور من جمع میشن برای عکس و سلفی و اینا، اونو تبدیلش میکنن به یک اختشاش و چند نفر دیگه هم میگم پیش بینی بهتر از درمان است. چند نفر دیگه هم قاطی شلوغی میشن و چند نفر زخمی میشن، گلوله میخورن. کی کرد امیر تتری کرد. پس فعلا سعی میکنم که مسئولین باهوش و خوب کشورمون این مسئولین نفوذی رو که معلوم هم شده دیگه تو این جنگ ها وجود دارن که لو دادن جای به هر حال سرداران سپاه رو و این حرف من خودش سندش همین اصابت موشک هاییه که به افرادی شده که معلومه که نفوذی وجود داره و همین نفوذی ها هم 1 سال و 7 ماه من رو در زندان نگه داشتند